السلام علیکم دکتر او دعوتم کردید تنجیه مرحمت بابا جان مرحمت گذارید بابا جان گذارید بابا جان شما رو مبارک شود شما پسرچه دار شدید من سال گذشته دخترچه دار شده بدید بابا جان از روی تاریخ بیماری اویلتان 35 ساله بودن شما میبخشید چند ساله شما خودتان با قوت که شما بابا جان رحمت جان در حقیقت درست گفتید که اویلم 35 ساله های دختر انا خودم از روی سال شماری گیریم اگر سالم مرکب های دختر انا امی سال 75 به قدم میمونیم موتور با قوت یعنی دکتر جان موتور با قوت امی بچان تراکتور موتور با قوت باشد نقش شدگار میکنه بچان میگوید که دیقان باشی شدگار که میگوید موتور با قوت یه حال موتور با قوت بچان یه رحمت بابا جان رحمت آفرین شما بابا جان آفرین کنید باید کودکچه رو بیارید یک بار کودک بیارید بابام بینن یک بار کودکشون رو بینن یک بار بیارید کودکچه رو بیارید بابام بینن یک بار کودکشون رو گذارید آفرین کشوید کنی کشوید آفرین ای مایده چه منا آفرین منا بابا جان منا کودکچه شما منا کودکچه تون منا بابا جان کودکچه نغز سلامتش نغز فقط همین رنگ کودک بابا جان کمتر سیاه رنگش کمتر سیاه دخترچتون سفیدکک بود من امسال پسرچتون رنگش کمتر سیاه همین دیگه یکون کم بودش نیست ای دکتر من نفهمیدم چه به این خیل شده این بابا جان گردمان من با قوت موتور با قوت میگوید بابا جان انا همون موتورتونه روغنش عوض کردن در کار چی؟